بهار دنیا یا خرسینی باید یا خبرنده آن تا باقی هفت روی خزان نگیرد تا باقی عمر باشد تا جاوی داشته Mayagüez. Süratgeli Nesler İbrahim. از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اعتراف گردیدند که این بهای بلند است بهر نسل جوان امروز. از میدان گروه ورزشگران مکتب ورزشی کودکان و نورسان ناحیه می‌گذرند. مکتب ورزشی کودکان و نورسان در رشد و انکشاف ساحه ورزش از میدان گروه چوگاندازان ناحیه گذشته ایستادند. ناحیه بلجوان منطقه کوهی بوده یکی از شغله‌های اساسی ساکنان این چوگاندازی به شمار می‌رود. چوگاندازان ناحیه بلجوان همساله در مسابقه‌های بزکشی و پایگاه در سطح ولایت و جمهوری فعالانه شرکت ورزیده با کسب جایهای نمایان در این مسابقه‌ها نقش و موقع ناحیه بلجوان را بلند داشته ایستادند.
جوانی بینیم جشن فرخنده و فیروز مبارک باشد. نوروز وطن رسید مسرور شدیم، با ساز و نوای رفتگان جور شدیم. ایجاد نموده خیشتی وحدتی روز، چون ملتی آریایی مشهور شدیم.
ما نوروز عجم را نوروز جهانی نمودیم. پیر و برنا را با این لحظه های مؤثر تهنیت میگویم. برنامه ادامه را شاه ستون صنعت اسطوره ملی، شاه فلک، هنرمندی مردمی جمهوری تاجیکستان، استاد دولتمند خالف ادامه میدهند. پذیرا باشید. تقدیم بیایید شما.
نوروز جهانی شد تا با چنین بادا. جشنی همگانی شد تا باد چنین بادا. این سنتی نیکی جان بر خلق همه عالم. نوبانه ثانی شد تا باد چنین بادا. مهمانان عزتمند، مردم سربلند، این برنامه با شکوه تنتنوی و ایدانه را هنرمند سرشناس، محبوب، عالم دیده و عالم شمول، ملکه صحنه شبنمی ثریا. السلام علیکم مردم عزیزی دلهای قلب. این نوروز به همه شما مبارک باشد. همگی تا خوش آمدید، سلامت باشد. تشکر زیاد. زنده باشد. گریه‌هاش دانه دانه گپ میزنه با ناز و بهانه گوشش بکنم روز و شبانه زیغ میشم اگر نیای خونه. این خب کرد مبارک باشد. دفتر شما برای شبنمی ثریا. بر دیارم این زمان فصل بهار آید همه. هم ترانه
شعر و سرود 100,000 آید همه. نغمه کبک دری هم بلبلان خوش صدا، با نوای دلنوازی چنگ و تار آید همه. اینک برنامه تنتنوی دانه رو هنرمند جوان و محتلارا میخائیل لامناسов ادامه میبخشد. تشکر عزیزم. بیای شما. را بین، پیشگفته چمن را بین. نوروز مبارک باد. اینک همدیاران گرامی در این صحنه نازنین ایدانه دعوت میپذیریم بانوی سرتابه پا هنر زلیخا محمد شایورا با همراهی ملکه صحنه شبنمی ثریا. نوروز در این صحن چمن آمده است، با بوی گل و مشک سومان آمده است. نوروز رسد جمله جهان بیدار شود، بزم و طرب و صوت وطن آمده است. اینک حاضرین محترم همدیاران گرامی در ادامه برنامه تنتنوی ایدانه هنرمند نوبتی در این صحنه جلوه ناز هنر میکنند. همه یک جا پذیرا باشید. زیر گفتگوی های پرموج شما به این صحنه دعوت میپذیریم خیرالدین شریف را. نوروزتان همایون باد.
چگل میزد. نوروز مبارک باد. اینک در انتهای این برنامه زیبای تنتنوی ایدانه و با شکوه هنرمندی نوتی سراینده‌ای که در 3 ژانر موسیقوی هنر و استعدادی فوق‌العاده دارد استقبال میگیریم. ستاره کرامت الله زیر گفتگوی شما. بلند و شرفمندی ناحیه زیبا منظر و کهن بنیادی بلجوان، مهمانانی عالی قدر با کمال اخلاص و ادب و احترام این دم و این لحظه برنامه تنتنوی دانه را بخشیده به نوروز عالم افروز، نوروز جهانی حسنی انجام میبخشیم و دوام بر آن میبندیم که همیشه در فضای صاحب استقلال وطنمان فضای امن و ثبات باشد. در خاندان هر یکایک شما خداوند مهربان با شرافت نوروز و بهار خجسته پی فیض و نصرت ازلی بیارد. ای خداوند زمین و آسمان تا به نوروز دیگر ما را رسان. خوش آمدید همدیاران گرامی، قربان شما.